سبقت الله حبیبی هستم. تفصیل اخبار. ساختمان یک کلینیک در شرک مجاهدین به هدف ارائه خدمات صحی برای مردم محل از سوی والی هرات افتتاح شد. با گشایش کلینیک صحی حضرت ابوبکر صدیق، هزاران خانواده در شرک مجاهدین به خدمات صحی دسترسی پیدا نمودند. ساختمان این کلینیک با هزینه بالغ بر $100,000 آمریکایی در جریان یک سال گذشته ساخته شده است که بخش مهمی از نیازمندی‌های مردم را برطرف می‌سازد. جزئیات این خبر در این گزارش. محمد آصف رحیمی والی هرات که سال قبل این ساختمان را تادیب‌گذاری نموده بود، از رعایت استانداردهای ساختمانی در ساخت این تعمیر قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد تا بخش مهمی از مشکلات صحی باشندگان شرک مجاهدین از این ناحیه برطرف شود. آقای رحیمی نیز سالگرد شهادت صفی‌الله افضلی را به خانواده و مردم هرات تسلیت گفت و از خدمات شایسته جمعیت هلال احمر افغانی ابراز قدردانی نمود. اینا کسایی هستند که همیشه در آسیب‌های طبیعی، در آسیب‌های غیر طبیعی اولین نهادی هستند که به خدمت مردم میرسند، رضاکارانشان میرسند، مواد غذایی توزیع میکنند، کمک‌های صحی میرسانند. وقتی ما در عضو کمیسیون اضطرار در کابل بودم، همیشه ما گزارشاتی که میگرفتیم اولین نهادی که به رسیدگی به اوضاع میکردن اینا بودن. جای داره که از ایشان تشکر بکنیم، امتنان بکنیم که همچه یک نهاد ملی و سرتاسری و بین المللی در افغانستان داریم که خدمت رسانی شعارشان است و کمک میکنند. دومی که از تمام کسانی که زمین در اختیار از این کلینیک گذاشتن از اونا اظهار تشکر بکنیم و خداوند برشان در آخرت اجر بده که همچو یک فرصتی را به مردم دادن تا کلینیک در اینجا احداث شد. و ضمناً از عزیزانی که در تأسیس از این کلینیک همکاری کردند اظهار امتنان و تشکر بکنیم. در همین حال نورالدین احمدی رئیس هلال احمر افغانی میگوید زمین مورد نیاز این کلینیک توسط 12 تن از باشندگان اصلی شرک مجاهدین اهدا شده است. این کلینیک در شرک مجاهدین واقع ناحیه 12 شاروالی موقعیت دارد که از خدمات صحی آن اهالی سید مختار، شرک مجاهدین، محل باباجی و قریجات همجوار بهره مند میشوند. در این میان تقدیرنامه ریاست هلال احمر افغانی به باشندگان اصلی شرک مجاهدین که 1300 متر مربع زمین مورد نیاز را به خاطر اعمار کلینیک اهدا نمودند تفویض شد.